هیلوله در حصار تولد یافته به ویه رسیده است. زندگی او مانند عمری صدها دختر دهات با میل شوهر و خانواده او جریان میگیرد. سپیده میخزیم کاری خانه تا ایسر تا بگه کاری خانه خدمتی خسر خشتامان. به نظر هیلاله راضی نگه داشتن خوشتامن و خسور بزرگترین پاداش برای اوست. خدمتی خسر خشتامان ما کردن ما ده هم قرض هم فرض. نیلوفر در شهر به وی رسیده است. بیشتر وقت خود را در کتابخانه این مرکز می‌گذراند. در 18 سالگیش والدین خواستند شوهر کند، اما او نخواست. تا زمانی که دختر هوس‌ها و هدف‌های خود را معلوم نکند نمی‌تواند عائله برپا سازد. این اشتباه می‌بود، چون که هدف‌های خود را مشخص نکرده‌ای باز در این سردرگمی عائله را زم می‌سازی. و نیلوفر برای گریز از این وضع که سردرگمیش مینامد برای تشکیل زندگی بعدی دورنمایی ساخته است. به نظر من بهتر است دختران در 25 سالگیشان شوهر کنند. در این سن و سال او واضح می‌داند از زندگی چی می‌خواهد. هیلاله 25 ساله و از نیلوفر 1 سال کلان است. 3 ماه پیش شوهر کرده است. آوانی مکتبخانه‌اش آرزو داشت طبیب شود. پدرش راضی بود، اما خواندن در یکانجا داخل شدن در مبلغ در کره حسابی همون بپلی نتانیستم. هیلاله امیدوار است شوهرش برای عملی شدن آرزویش کمک می‌رساند. شما کارگرین پین من یکانجا خانم یا کار کنم میگه که نصیب. نیلوفر خیالی تأسیس یک مکتب خصوصی را دارد. برای رسیدن به این هدف پیوسته می‌کوشد. به درس‌های علاوگی می‌رود، زبان می‌آموزد. از کودکان چیزهای می‌توان آموخت. موجودهای فعال هستند. با آنها همه چیز عجایب است. برای آنها می‌توان درس‌های آزاد تشکیل کرد. برای مکالمه درس موسیقی می‌دادیم. نیلوفر بر این عقیده است که هر دختر برای ساختن فردای خویش باید به خود تکیه نمودن را آموزد. هدف یکتا، رسیدن به مقصد. هیلاله چون از کار خانه فارغ شد، پسی دستگاه دوزندگی می نشیند. می گوید در خانه پدر از حساب این کسب رزقش را می یافت. برای فراموش نکردن هنرش گاهی مشق می کند. هنر چی آرزو و هوس داریم. کدام شکی اگر شوهرم خوشتمانم خسرم انتخاب کنه چی کنه زورم برسه هموشه خواندن میخوام کار کنم. نیلوفر عائله را اتحاد 2 نفر می داند که برابر حقوقند و درباره تشکیل زندگی یکجای برابر تصمیم می گیرند. زن باید برای اجرای مسئولیت‌های خود آماده باشد. با کودکانت باید چیزی بیاموزی. با نداشتن معلوماتی در کاری ما ناخودآگاه برای آینده فرزندانمان زمینه‌های نااستوار می‌گذاریم. نیلوفر میگوید از زندگی همسالانش که در دهات زندگی میکنند با خبر است. میگوید در قیاس با او آزادی‌هایشان محدود است و در رسیدن به آرزوهایشان مستقل نیستند. میدونم حتی 15 ساله ها را نیز به شوهر دادند. مادر کلان من وقتی شوهر کردنش 16 ساله بود و این مادری مشفق و مهربانی بود. هنگام گفتگو با او فهمیدم چی چیزهایی را میخواست در زندگی ببیند که به آنها نرسید. هیلاله سبب محروم شدن از تحصیل در دانشگاه را به بی‌حقوقی دختران دهات ربط نمی‌دهد. میگوید سبب اصلی در دیگر چیز است. خیلی قشلاق دکی هم تو قمان نه هم آدمای قشلاق که
ҷамъкардагиашон, коркардагиашон, ай хурди хӯрокшон зиёд намекуна. Ҳама қишлоқ духтарошонам хеле кори агарода кор мекуна, орзу мекуна хондан чӣ кардане ки илоҷ надорам. қишлоқда ҳастае ки бачаам ки мактаб дохил шидан орзу ҳавас мекуна, неки ӯам наметона. бачаам ранги моам хеле ма духтаем, бачаам хеле. нилуфар ба нерӯи худ умед дошта бошад ҳам барои чӣ духтари шаҳрӣ ва чӣ деҳотӣ як ҳамфикри мушфиқро лозим мешуморад, касе ки пойбанди тасаввурҳои пешин набошад. бисёр мехоҳам ба ҳадафи худ бирасам. хурсанд аз онам ки маро одамоне иҳота кардаанд ки дар талоши фаҳмидани чизе ҳастанд. ин ба кас илҳом мебахшад ва барои ба мақсад расидан ба ту тавони талош медиҳад.